خب یه مسئله دیگه که باز با همین دانش بیسیکمون از ترکیبیات میتونیم حلش کنیم بدون اینکه هیچ قضیه خاصی رو بخوایم بدونیم. این مسئله هست که گفته همه اعداد طبیعی رو پیدا کنید که به سی در واقع بخش پذیرند و دقیقاً 30 تا مقسوم الیه دارن. پس دو تا شرط گذاشته برای این اعداد. یکی این که بر سی بخش پذیر باشن و دو اینکه سی مقسوم الیه داشته باشه. خب بیایم اول یه قضیه کوچیک و تقریبا بدیهی رو بگیم. این که اگه ما یه عدد طبیعی مثل n داشته باشیم که تجزیهش به عوامل اول به صورت p1 به توان r1 p2 به توان r2 تا p k به توان r2 باشه، به توان rk باشه، ما تعداد مقسوم الیهاش رو چطور میتونیم به دست بیاریم؟ اگه یه عدد بخواد مقسوم الیه n باشه، باید از هر کدوم از این پی آی ها توانی بین 0 تا آر آی داشته باشه دیگه. یعنی از هر عامل اولی حد اکثر آر آی مربوط به اون عامل اول رو داشته باشه. بنابراین کل تعداد مقسوم الیه ها میشه حاصل ضرب R1 به اضافه 1 در R2 به اضافه 1 الی آخر. با توجه به این قضیه اگه سی رو بیایم تجزیه کنیم میشه 2 3 و 5 سه تا عامل اول با توان 1 هر کدومشون. خب عددی که دو تا خاصیت گفته شده توی مثلمون رو داره، قطعا همین سه تا عامل اول رو داره، حالا با توانهای مختلف. چرا؟ چون از طرفی گفتیم که به سی بخش پذیره، پس حتما این سه تا عامل اول رو داره. و خب عامل اول دیگه ای هم نمیتونه داشته باشه، چون خود سی قراره به صورت یه دونه R1 به اضافه 1 در R2 به اضافه 1 در R3 به اضافه 1 نوشته بشه، که خب سی هم نمیتونه بیشتر از سه تا عامل داشته باشه دیگه. پس میتونیم نتیجه بگیریم که یه عددیه که R1 توش مساوی 1، R2 مساوی 2 و R3 مساوی 4 که به اضافه 1 میشن 2 3 و 5 و در هم ضرب میشن، مجموعاً میشه 30 تا مقسوم الیه. حالا کافیه که این سه تا توان 1 2 و 4 رو بین این سه تا عامل اول 2 3 و 5 پخش کنیم. یعنی تعداد جوابمون رو اگه بخوایم داشته باشیم یه فاکتوریل ساده 3 فاکتوریل مساوی 6 حالت میشه.
که میتونیم هم تمام حالتاشو بنویسیم و اعدادی که شرط مسئله رو دارن پیدا کنیم.